که سنت رسول الله را ترک میکنه و قول یک عالم پیر و مرشد خدا محکم میگیره و میگه که من اینمی را عمل میکنم، در این صورت نظر به فتوای مفتی اعظم، نظر به فتوای معصوم، نظر به فتوای سردار انبیا محمد رسول الله گمراه است. چرا پیغمبر در دیگه حدیث چی گفت؟ لو بدا لکم موسی، اگر ظاهر میشد برای شما موسی علیه السلام، فتبعتموه، شما تابعداری موسی علیه السلام میکرده و ترکتمونی، مرا میگذاشته، در راه من نمی آمده، لضللتم. فتوای کیست؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. شما گمراه میشده. اگر پیروی موسی علیه السلام میکردی گمراه میشده. امروز که تو پیروی شخصی را که یک روز مدرسه را نخوانده، قرآن یاد نداره، آیاتش ترجمه شه، حدیث پیغمبر بوی نکرده و امروز در مسند فتوا در سر قبرها برای شما تقریرها میکنه و شما را دعوت میده که در ترجمه قرآن حاضر نشوی که گمراه میشی. چه قسم پیروی تو شخص بکنی؟ کدام مسلمان است که بگویه ما در دورایی قرار داریم؟ در دورایی قرار نداره. پیغمبر برات فتوا داده. ملتی که راه پیغمبر را ترک میکنه، راه دیگری را انتخاب میکنه، او را پیغمبر گفته لضللتم، شما گمراه شده. آیا الله تبارک و تعالی برای رهبریت امت پیغمبر را روان نکرد؟ راه ازو را، اطاعت ازو را سر ما لازم و واجب نگردانیده؟ کدام طرف روان هستیم؟ ما چرا بگوییم که حالی ما نمیفهمیم کجا بریم؟ تو یک دفعه طول کن. یک دکتر متخصص به هزاران سوال پیدا کردی تا که مرضت پیش ازو بردی و علاجش کردی. او را به الله معلوم که او متخصص مرضت تشخیص میتونه یا نمیتونه، به خاطر که تندرستی جسمت حاصل شوه. آیا به مرض علمت، به مرض دینت، به مرض آخرتت گاه پشت تخصص نگشتی؟ گاه نرفتی که کتاب الله را کی میدانه؟ پالوی ازو باید زانو بزنم. حدیث پیغمبر را کی میدانه؟ باید پالوی ازو من زانو بزنم. حکایات دروغینه، خیالات دروغینه، خوابهای واهی و خود ساخته را گوش کرده رایستی و میگی کمال در اینجا است، راهیابی در اینجا است. ای مسلمان، یک روز خامخواه رفته نیستی و الله در این مورد از پیشت سوال میکنه که کتاب ما برای چی بود؟ حدیث پیغمبر ما برای چی بود؟ تو کجا بودی؟ کدام طرف روان بودی؟ امروز چرا ما در دوراهی ها قرار گرفتیم؟ میگیم ما را گم کردیم. یک ملا یک چیز میگه، دیگه ملا دیگه چیز میگه. جناب ملا را طول کو، اول ملا بودنش ثابت کو. شهادت نامه دار از ملا بودن یا نه؟ یا محض تو دکتری که فقط چپن سفید پوشیده و بیچاره یک پیچکاری کرده نمیتونه پیش از او مراجعه میکنی؟ اول خود تو طول کو، معلومات بکو در کجا درس خوانده، چقدر درس خوانده. بعد از او اگر ملا هم است، اگر دکتر هم است، از او که در اعلی لمبر دکتر نیست. اگر تو را مرض اپندکس باشی و برات بگوید که خیر است دوا بخو عملیات نکو، گاهی قبول نمیکنی. چرا با چشم سر میبینی که نه میکفی؟ قبول نمیکنی گپیش ولو که او دکتری خیلی لایق و مشهور است. چرا که خلاف آن چیزی که مشاهده میکنی و عقلت حکم میکنه، خلاف ازو برات نسخه داده و فرمایش میده. اما در مورد هر کسی که در مورد دین برات میگه روان هستی؟ اگر برات میگه که قبر طواف بکن، تو روان هستی؟ اگر برات میگه که خاک شفا است، تو روان هستی؟ این عقل سلیم الله برای تو برای چی داده بود؟ چرا این استعمال نمیکردی؟ اگر این طور بود باید قبر پیغمبر علیه السلام تا امروزه 1,000,000 مرتبه خاکش انداخته میشد و بعد از او کلش تقسیم میشد سر کل ملت ها. چقدر دوای آسان بود. از وجود پیغمبر که اشرفترین وجود دیگه در انسان ها نیست است. باز خود شفاخانه ها ضرورت نبود، باز خود دکترها طب خواندن اینقدر محنت کشیدن ضرورت نبود. قبر پیغمبر و صحابه را فقط خاک از هر طرف می آورد قطع بلدوزرها اونجا مینداخت و پس به مردم توزیع میشد، کلگی شفا میافت. الله کاش که اینقدر عقل برات میداد. چرا تو فکر نمی کنی؟
ما رب خود پرستش میکنیم و یا بر ما میگه زمانی که ذکر میکنی چری مرا در نظر بگی. عجیب گپ است. تعجب نیست این عقل کدام طرف است؟